سلام خدمت رفقای عزیز. من هر روز بیالتر از دیروز. باورت نمیشه، به خدا قسم آواره وطنم یه جورایی، یعنی حالم اون مدلیه و همش هم خودم رو جای این آدمایی میذارم که خانواده از آدما از دست دادن، برادر، مادر، خواهر. میگم انقدری که من چشم انتظارم که این آمریکا بیاد بزنه خامنه‌ای و بامنه‌ای و همه رو بزنه کتلت کنه. میگم اونا چه چشم انتظاری میکشن، اینایی که خانواده هایی که جوان از دست دادن. خدا لامریکا این همه راه دور هستم حاجی، مریض شدم چند روز، کمردرد، پادرد، سردرد، فکر خرابه، هیچ جوری درست نمیشه، فکر باور بکنید فکر آدم که خرابه، یعنی خدا رو هم بعضی موقع آدم احساس میکنه که بی خدا میشه، اینقدر که اعصابت خرابه. این ناوه هم یه جوری هم نمیدونم مگر با پدالو داره میاد. خواهشت تو چجوری پس اون موقع گفتی که کمک در راه هست؟ تو تازه استارت این قایق ناو زدی از اینجا، کمک در راه. تا الان که مردم تو خیابون بودن که اینا 2 روز 40,000 نفر آدم کشتن، الان که دیگه اصلا هیچی. واقعا میگم، یعنی از ته قلب میگم به خدا. حالا شاید فکر دارم از تمام وجودم که جمهوری اسلامی سیکتیر شده است، فقط من نمیدونم چرا نمیان این توفاله ها رو جمع بکنم ببرم. اینترنت هم الان سوسکی، من از توی این نامبرهای توی همین استوری میفهمم دیگه، نم چیزا داره وصل میشه یه جایی، از میفهمی دیگه، مثلا 50 تا 100 تا استوری ویو میاد بالا. بعد یه چند دایره گرفته بودم، آره آیسان جان ما تو رو خیلی دوست داریم، تو خلاصه جزو اولین نفرهایی بودی که این مدت اول آخر نره که مردم شهید دادن. آره آیسان جان، میگن چرا آیسان تظاهرات نمیره، همش تو ماشین داره حرف میزنه. آقا به اون یه سری ما تو ماشین بودم دیگه. میگم نمیشه برم، دروغ نمیگم، من گوزیم، من چیزیم. مردم با من خودذات پنداری دارن، اصلا تظاهرات رو بیخیال میشه، همش داره با من درد دل میکنه، نه یه نفر، نه 2 نفر، نه 3 نفر، 10,000 نفر. دروغ نمیگم که آقا وسط دیگه منم نداره که برادر. و داش من همه دارن کمک میکنن. الان یکی نشسته فقط نسخه گرفته با خودکار خارکوسه. یه سریا که واقعا من خیلی روشون حساب میکردم به عنوان اسطوره های زندگی من سر کیرت، هنوز میبینی استوری میذاره خارکوسه داره با پزشکیان صحبت میکنه. آره آقای پزشکیان، دولت آقایون، برادرهای من، جسارت خدمت خواهرای عزیزم نمیکنم، زنهای آزاده قوی، آقایونی که در سوشال مدیا هستین، برادرهای من، جسارت نمی کنم خدمتتون. یه کلمه میگم که از پروفسور حسابی متوجه بشه تا مثلا میگم رحمت بیغم و علی بوغی، یعنی از تمام بچه‌های از همه دانشگاه شریف دکتری و مهندسی و امام رحمت و هر دانشگاه با کلاسی هست دیگه. وقت نباید آدم اینجوری خیلی ساده اومدم بهتون بگم که ول بکنین، دست به دست هم بدین. باز یه سری پیجا دارن شروع میکنن نم دارن مایه اون لابلای 2 تا تبلیغ، اون تبلیغ میدونم الان وقت این، میگم الان موقعشه، یعنی همین الان موقعشه این کارا. آی اون داره چیکار میکنه، آقا تو مگه خدایی، تو چیکاره ای؟ یه سری آقا کسه، من قبل اینکه اونا بخوام بگن حرف نزن اینا بگن تو لا، میگم نه لال نی، دهاش من ساکته، سکوت کرده، چون دهنشو واکنه فقط زر تو این کار کردی، تو اون کار نکردی. آقا عرض کردم مردم از جمهوری اسلامی خسته شدن، هر کی هر کاری دوست داره انجام میده، ولی با دی اتحادی با. و دوباره عرض میکنم شاید بدتون بیاد از من، ترام میزنه خار. دیدم قالیباف و اینا، آقا جان مردم ایران است. قشنگ گفتی آقای قالیباف، جناب آقای دکتر، آقا جان مردم ایران. اون اسب و وردار بمیز گرفت،
بزن آقا. الان این دفعه میخوای به ترامپ بگی که اگه میخواین آقا رو بزنین آقا جان مردم ایران است؟ نه بزن آقا جان مردم ایران را گرفت. این حرفا چیه؟ خدا وکیلی تو خودت با زن و بچه تو سر سفره شام نشستی ته دل میگی عجب بابا این چه خور. یه لحظه وصل بکنین، یک لحظه تا خشم مردم رو ببینین، وحشت بکنین، از تو 400,000 نفر همون روز ریزش میکنین. آقایون، برادرها، خواهرها، وقت جنگ است، وقت آزادی است. آیسان از اونجا داره جو میده، آیسان از اینجا داره جو میده. آیسان اونجا اونجوری نکرد. عرض کردم کور از این دیگه تهش. اصلا آیسان یک آدم کثیف بوی گند میده و امثال منو ولش بکنین. بابا انقدر انگشت تو کسین. بابا ما شب و روز نداریم. بابا جوان مرده. یه سریا خار کچونه شما ساقه کیون کشا. مردم برای آزادی دارن تو خیابان شیونگ میکنن. جوان ها مرده. جوان ها زیر شکنجه هستن. شکنجه. من از شما به عنوان یه برادر کوچیکتر، به عنوان کسی که سالها دارم با شما زندگی میکنم، مثل یک ساعت قرازه خونه مادر بزرگ شما، باتری ما خوابیده، اونجا داریم زندگی میکنیم، اونجا هستیم برای خودمون. خواهش میکنم این مدت که کشور ایران مریضه، مردم ایران همه ستم دیدن، غم دارن، با هر ایرانی هر جا صحبت بکنی 2 ثانیه باید صحبت میکنی چشیش پر اشک میشه. ما انسان‌های بزرگی هستیم، ما انسان‌های فرهیخته‌ای هستیم، ما انسان‌های ذاتداری هستیم. چرا به این روز باید بیفتیم؟ حالا الان داریم با کمک هم دیگه این کارو میکنیم. خواهش میکنم انگشت تو کونه هم نکنیم. عرض کردم تمام مریضی، فوش خوار مادر، همه رو خودم اول به خودم دادم. اصلا من بگو، ولی بذارین این کشور زنده شه. جوان‌ها، این کلمه من یادتون باشه تو روز شب، جوان‌ها رفتن. جوان‌ها رفتن که میتونستن اصلا خط روشون نیفته. خواهش میکنم این انقلاب به ثمر رسانده رو بیارزش نکنید. این انقلاب شکل گرفته، حالا هر کسی هر کاری کرد، ارزش اینه. این انقلاب شد، تمام شد. جمهوری اسلامی تمام شد. بحث من امروز این نیست که وای نه جمهوری اسلامی، نه جمهوری اسلامی تمام شده. بحث من اینه ارزش این انقلاب رو پایین نیارید. بذاریم بزرگ کوچیکی برگرده تو ما، بذار جامعه ما ولیو بگیره، بذارین جامعه ما ارزش بگیره. ارزش جامعه خیلی مهمتر از جمعیت جامعه است. یادتون نره ما باید ایران رو به فرهنگ سازیش رو دوباره درست بکنیم. باید برگرده به اون جایی که لیاقت ما ایرانی ها هست. اینا تموم شده است. اینا دارن گوزای آخرشونه. بعد یادت نره ماشینی که بخواد گیربکسش بخواد بترکه، وقتی یه جا گیر میکنه اونجاست که دیگه صاحبش اعصابش کیری میشه، تخ میکنه دیگه، میدونه خارکوزه داره فروتر میره. فهمیدی چی شد؟ آقا تخت کرده. اون چرخ هم که داره بکسوات میکنه میسوزه، همون بدبختایی هم که دارن حرف این خونخواره دارن گوش میدن. آره زرتش غمسور شده، از زاپالاخ شده. آره همین روزا ترام میاد با گریدر خوار